اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات بدون تردید چنگیز این کارا رو نکرده. بله مقاومت باش کردن، قتل عام کرده. اگر شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته. ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان این که ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود. اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کردن. یعنی اسلام برای این اومده بود. تصور نکنید که حرفایی که در تاریخ‌های دستوری در مورد این جنگ‌ها نوشته شده ارزشی داره. به هیچ وجه ارزش نداره. اون نامه رو نوشته، اونا رفتن پیش نمیدونم یزدگرد و رو خاک نشستن و غلط کردن. جامعه عربی یک جامعه وحشی بوده. یعنی وقتی تک میدویده بایستی با اسب تیزرو تعقیبش بکنن بهش برسن. مملکت روم و مملکت ایران اومده بودن 2 تا حکومت در شمال و در جنوب ایجاد کرده بودن تا جلوی ورود این وحشی ها رو به خاک خودشون بگیرن و در مواقعی که جنگ بین این 2 تا پیدا میشه بتونن کمک بگیرن از اینا. حالا این مردم وحشی ریختن توی این مملکت های آباد، در حالی که 20 سال جنگ فرسایشی که بین مملکت ایران و روم بوده این مملکت رو از پا در آورده، به طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه عوض کرده که 2 تا از این پادشاه ها در مجلس تاجگذاری کشته شدن و جامعه از دست معبد و معبد معبدان خسته شده. من بایستی فقه زرتشتی ها رو براتون میگفتم تا ببینید چه جوری خسته شده، دیگه به بیتاب شده. بنده سال گذشته عرض کردم که حاصل کار رسول الله این شد که یک مردم وحشی رو به هم منسجم کرد و اینها تونستن یک قدرت بشن برای غارت، چون هیچ درکی نداشتن. این تیکه رو ناچار ضبط کرده تاریخ و از دستش در رفته. میگه وقتی به فرش بهارستان رسیدن چیکار کردن فرشو؟ میدونید چقدر سقوط فرهنگی میخواد تا یه مش ارشد که نظامی وقتی یه جایی ریختن فرش بهارستان رو تیکه تیکه بکنن؟ طلا می آوردن تو تیسفون میدادن، جاش چی میگرفتن؟ نقره میگرفتن. یعنی این قوم و جماعت درک افزایش قیمت طلا رو نداشتن. تصور نکنید که با شمشیر جنگ میکردن، ابدا چنین چیزی نیست. با سنگ، با چوب و گاهی خرخره طرف رو میجویدن و خونش رو میخوردن. حیوان وقتی میخواستن بکشن میرفتن بالای بلندی، این حیوان از اون بالا پرتش میکردن پایین یا با چوب میافتادن به جونش، انقدر میزدنش. صریح قرآنه: حرمت علیکم المیتة و النطیحة و الموقوذة. اینایی که بعد اومدن تاریخو نوشتن دروغ نوشتن، تحت تأثیر حاکم وقت تاریخ نوشتن و از فتوح اسلامی یک تابلو ساختن که همش دروغه. هر چی دختر جوان در هر آبادی و شهر پیدا کردن بردن این رو تو بازارها فروختن. هر چی جوونه نورست دیدن گرفتن و بردن فروختن تا جایی که غلامبارگی در بین مردم سردمدار پیدا شد
فضاحت ها تو این کار پیدا شد. 200 سال از این جریان گذشته و در طول این 200 سال به تدریج و ذره ذره در یه فرهنگی منتقل میشه. شد مأمون به یحیی بن اکثم داره میگه که یحیی بن اکثم قاضی القضاته، بهش میگه که این شعر رو کی گفته؟ قاضٍ یری الحد فی الزنا ولا یری علی من یلوت من باسی. من خجالت میکشم ترجمه کنم، قصیده است. گفت اونی که گفته که لا احسب الجور ینقضی علی الامة وال من آل عباسی، فکر نمی کنم ظلم تموم بشه تا یه نفر از بنی العباس حکومت میکنه. شما از این قوم و جماعت در طول تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمیبینید. حتی چیزهایی که مال خودشونه که به دروغ ساخته شده باز منشأش کیه؟ ایرونیه، مصریه، آفریقاییه. این همه کتاب داره اسلام. شما یه دونه کتاب به من نشون بدید که این رو یک عرب نوشته باشه، خواهش میکنم. تمام تکیهشون به صحاح 6 دیگه، 6 تا کتاب، همه اینا خراسانی هم. غیر از یه نفر که اون هم اهل قزوینه، تحصیل کرده نیشابوره، ابن ماجه. بله درست. تفسیرشون مال یه مازندرانی است، تاریخشون مال یه مازندرانی است. اگه شما بخواید نگاه کنید این تاریخ علمی، یعنی شما این جامعه رو بگذارید در طول تاریخ یه دونه اثر، یه هنر، یه دونه مسجد ساخته باشن، نه یه لباسی مال اینا باشه. یا تبان میگه یا سروال میگه، هر دوش هر چیز فارسیه دیگه. یا شلوار شده سروال یا تنبان شده تبان. بنده در خیلی سال پیش مصری ها یک مجموعه ادب برتر نظم عربی رو منتشر کردن، مثل این که ما در صدد باشیم که بهترین اشعار فارسی رو جمع کنیم. ای بابا، همه گوینده ها ایرانی بودن یا تحصیل کرده مدارس ایران بودن. میگه لامیت العجم، با این شروع میشه: اصالت الرأی صانتنی عن الخطلی و حلیت الفضل زانتنی عن العطلی، مجدی اخیرا و مجدی اولا شرعو و شمس رعد الضحا کالشمس فی التفلی. شما یه نحوی عرب به من نشون بدید، یعنی کسی که گرامر عربی رو بلد باشه به این عرب باشه. کسائی ایرونی، سیبویه ایرونی. شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده.